علی کریمی به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران شناخته می‌شود. او به خاطر تکنیک بالا، دریبل زنی خیره کننده و توانایی در ایجاد موقعیت‌های گلزنی معروف است. علی کریمی به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران شناخته می‌شود. او به خاطر تکنیک بالا، دریبل زنی خیره کننده و توانایی در ایجاد موقعیت‌های گلزنی معروف است. دوران ملی علی کریمی در تیم ملی ایران نیز نقش مهمی ایفا کرده و در چندین تورنمنت بزرگ از جمله جام جهانی 2006 و جام ملت‌های آسیا شرکت کرده است. او با 127 بازی ملی و 38 گل یکی از گلزن‌ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی ایران به شمار می‌رود. افتخارات: علی کریمی در دوران حرفه‌ای خود افتخارات زیادی کسب کرده است، از جمله به بهترین بازیکن آسیا در سال 2004، بهترین بازیکن لیگ برتر ایران چندین بار، حضور در تیم منتخب آسیا در چندین سال، سبک بازی او به شدت تهاجمی و خلاقانه بود. او توانایی بالایی در پاسکاری و ایجاد موقعیت برای هم تیمی داشت و به همین دلیل به عنوان یک رهبر در زمین شناخته میشد. اگر بخوای بیشتر درباره یک بخش خاص از زندگی یا حرفش بدونی، بگو تا بیشتر توضیح بدم. دوران ملی علی کریمی در تیم ملی ایران نیز نقش مهمی ایفا کرده و در چندین تورنمنت بزرگ از جمله جام جهانی 2006 و جام ملت‌های آسیا شرکت کرده است. او با 127 بازی ملی و 38 گل یکی از گلزن‌ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی ایران به شمار می‌رود. افتخارات: علی کریمی در دوران حرفه‌ای خود افتخارات زیادی کسب کرده است، از جمله بهترین بازیکن آسیا در سال 2004، بهترین بازیکن لیگ برتر ایران چندین بار، به حضور در تیم منتخب آسیا در چندین سال، سبک بازی او به شدت تهاجمی و خلاقانه بود. او توانایی بالایی در پاس کاری و ایجاد موقعیت برای هم تیمی داشت و به همین دلیل به عنوان یک رهبر در زمین شناخته میشد.